بزرگترین معضل سیاسی و اجتماعی ما در 100 و چند سال گذشته جدال حل نشده بین مشروعه و مشروطه بوده و نویسندگان و فعالان سیاسی ما به طرز عجیبی به این موضوع کم توجهی کردند. شاید یک دلیل اون این باشه که نویسندگان و فعالان سیاسی ما در 80 سال گذشته به طور خیلی سطحی از ایدئولوژی‌های اشباع شدن که درک درستی از مفهوم اونها نداشتن و متوجه نشدن که اون ایدئولوژی‌ها بر اوضاع ایران بی تأثیر و به شرایط واقعی ما بی ربط هستند. اونها مفاهیمی مثل چپ یا لیبرالیسم و اسلام سیاسی رو توتیوار تکرار کردند و از محتوای تغییر و تحولات واقعی تاریخ ایران در دوران معاصر که همان تداوم تحولات مشروطه خواهی و انقلاب سفید بود به کلی غافل شدند. این فعالان نفهمیدند که تغییر و تحولات تاریخی ایران در 150 سال گذشته در جهت مدرن شدن تدریجی و بنابراین در جهت به سرانجام رساندن اهداف انقلاب مشروطه بوده.